درود ستونا، حالتون چطوره؟ اومدیم با این ویدیو که چالش های شما رو بخونیم. یک چالش داده داداشم امیر، واقعا دستش در نکنه، عشق منه. بعد اومد که گفتش که یک چالش بدم، من گفتم بده. یا کنم باید بری برو زیر 200 تومن اکبر رونمایی باید بکنی. آیا میخواد ما در بدبختی اکانت بخریم معذر، باید تا یک کشونه با این پلی بدی. یعنی تا یک کشونه باید با اکانت دیگه پلی ندی. خب داخل نامرد چی چالشی. بریم برای رونماییش. اومدی برای رونمایی اکانت که با نت خوب مشاهده میکنید. بریم برای رونمایی. لولش 144. بعد دیگه بریم سراغ گانا که چیز خاصی نداره. بعد ستای دید قرمزی که اسمشون نمیدونم، انگلیسیشون میتونم بخونم، میترسم اشتباه بخونم، زشته آقا نکنید. این متی که 3 روزه است. این ستین AK47 اصلا یک AK47 اصلا یک ایم زیبایی، خیلی ایمش خوبه. اصلا AK47 خیلی خوبه. گانا که گانا خاصی نداره. این سراغ اسکینا. مهمترین اسکیناش هم همین اسکین اوربان ترکر، گوست کابوی و این اسکین این که اسمشو دقیقا نمیدونم، اصلا بخونم اشتباه باشه. و دیگه چیز خاصی نداره دیگه. چه انتظار داره؟ 120,000 تومن میخواد اگه متیکدار بود بدن. خنده داره دادش. ممنون میشه این ویدیو لایک کنی. خیلی عشقی که چالش دادیم. توی کامنت ها یک چالشی دیگه بهم بدین انجام بدم.